تنها چیزی را از دست نمیده ایم که به دستش نیاورده ایم. جمله را تکرار میکنم. تنها چیزی را از دست نمیده ایم که به دستش نیاورده ایم. هرچه به دستش آوردیم قطعاً از دستش خواهیم داد. چه انسان‌هایی دیده ایم که در وقت مصیبت خود را باختند، با شکست مالی روبرو شدن، دست به خودکشی زدن یا به کنج تنهایی و انزوا فرو رفتن. چرا؟ چون باور نکردن آدمی هرچی را که به دست آورد روزی از دستش خواهد داد. بزرگوار، برای این که طبق این قانون و ناموس اونجایی که قرار است و قطعاً قرار است چیزی را از دست بدهی، برای اینکه از دست دادنت و فقدان اون قضیه گرفتارت نکنه، تو را به کنج غم و غصه فرو نبرد. بزرگوار، به چیزی دل نبند. چیزی را با وجود خودت قفل مکن. مبادا مال و ثروت با وجودت قفل شود. مبادا جوانیت با وجودت درآمیزد و با اون قفل شود. مبادا سلامتی و زن و فرزندت با همه زندگیت قفل و جفت شود که چون جدا گردد خود را از دست خواهی داد.